Osman kaç idi istiyor? Taramur. Zır koçucuğum. Var bozu çeşme ha? جان این اصل جو انا خیلی من میکنم بینه انا اینا خیلی مونده انا اینجاش دارم خیلی میکنم انا اینا خیلی اینجاش دارم انا تلفن میمونه خواهده انا اینجاش انا خیلی میکنه انا تلفن میمونه بس اون که میکنه انا اینجاش دیدی اصل جان انا اینجاش خیلی لامپوچکه در میگیره فهمیدی تلفن انا خیلی میمونه خیلی برداری تلفن که موندی بس اون که میکنه تلفن رو داره مگه نشون دادم تا فهمیدی اصلی داداش دادا جان تش پرسم ما الان پرسه چجوری چی بپرسی دو کار دو چند میشه دو کاره دو انا دو کاره دو 4 میشه و اصل جان ای تو نمیدونی میدانم با چند نقطه دگه ما با چجا دو دگه تا با چون منو پرسیدی اصل جان میگم که اگر صحت نام باشی قیاد ندان یا بار پرس خون اکه خندی ما که باشی اینه زردالو را همین مصفیدی پدر مشینم دیگه اینه ببین خدا اون پدر را دراز کنه انا این سیواش هم خیلی کنه ای انم اولیچه بین دیگه که انم محصولی دستی دودر ده که خودش شینوندی امرو امرو خودم شینوندم موخی چونی قدی خودش دایده که دیگه همین آدمیزاد میگه در همین زندگی و دو دیگه میگه درخت بشنو همین آدمیزاد همین دو سال میشه مصفید پدرم من میگه بسیار میگه ای سایجو لبکه این بچه کلونی چخیلی کرد بود کرد چخیلی کرد نه یک جان او نه یکم تمام کرد دویم کورس گذاشت دویم کورس شهرام جان دویم کورس گذاشت این بچه مایداکی چی ای کنجگی ما محمد جان هی در این محمد جان جانم که بسیار بچه بی حوصله چیوا این همین ذوق خوندن نداره که صرف 4 شده عربه به جنگ انداختن نمیتونه بچه خیلی بسیار قابل میتوکو بسیار بچه که قابله بچه زوره بچه که به تمکینه یک اون که از کار نداره لیکن همین کم کم با همین وای میکنه ده که به حوصلگی میکنه خیلی کلی روزی وقت هست تربیه کنده کن انشالله نصیب سوز میشه نه که آخی صرف 4 شده که ای فرزند روز تربیه کنده اینه اومد بس اومده انا علیکم السلام بیا بچم بیا خطی اکا سلام کن محمد جان بیا بچم بیا کن محمد جان سوزی ای در بچم این گرده بیسو بچه قبیله ده تیجی سلامت سوزه خیلی بچه جان سلامتیات سوزه شین کنی ای بسیار بچه زوره ده اکا جوره خون من بچه قبیل میتوه برای کسیم درسات چی بچه جان؟ سوزه هم معلمم یا ورق دو یا ورق چیزی نوشته گو بر اتحادت نمایی بر اتحادت گو؟ ای بچه هم اوخی دایا ورق چیزی نوشته بکنی خودت خون؟ من نمیتونم خونده خندت تزن نه محمد جانی ما صرف 4 خونده نمیتونه میدونی معلومات چی نوشته بچه؟ چی نوشته؟ والدین محترم من معلمه محمد جان فرزند شما به نهایت سوادش سست است این رو به نظر گیرید روشکه داری بچه هم؟ دارم من یا روشکه تی؟ می نویسیم مکن بنویسه اگه چک رویش که بود بنویسیم معلمش خفه نشوه این همین در تگه که همین معلمه نوشتگید من می نویسم بچه هم بر معلمه ده بطه میلش
کدیدی چی او کدیده کی معلمای محترم، ما هم میدونیم که فرزند ما سوادش سست است، به همین خاطر نزد شما روانش کردیم. تمام کردم اخی، تو خودت همون رو یک همزدگیر بار کن بیا. گو برای کارخانه، برای خانه شخصی نیست اخی. ما هم برادر برای کارخانه گپ زدیم. شد دم قبول یکی در جانم زدید کنم اکم آسایی رئیس میگه که تلفنی کارخانه بالانس گذارانم شد یه بچه خطا نگفته باشه نه شما را گفته گره مرا بگو من بگذاروندم یکی شد روه پس کارشو فهمیدم رئیس مرا میگفته شما دیگه آدم اینجا نیستیم ادو جان اینجا بیامین اوه امی بانکامات اینجا کار کردیسته؟ طرفیش کار نمیکنه اوش کار میکنه این طرف هم هسته؟ رحمت مرا درستیم رحمت شما سوم میگذرونه؟ سوم میگذرونه چی نگذشته سن؟ نه گذشته کاکا 5 سومون گذروندم 5 سومون دیگه زده چمنی گذارم زده چی؟ زده چمنی خواهر جان این زده چی؟ نمیتی این چیزی گذروندی همون میگذرم 10 سومون پرداختم 5 سومونش گذروندم 5 سومون دیگه زده چمنی گذارم این زده چی نمیتی خواهر جان؟ یک ساعت بود ما همون زده چمنی گذارم